داستان از اونجایی شروع شد که من یه پست اینستا گذاشتم. بنده سر آقا حسین کامنت گذاشتن که بندازیم، من گفتم بندازیم. پس به یه چالش از من و حسین خوش اومدید. حالا چالش ما چیه؟ چالش ما اینه که آقا حسین اینجا گفته بودن که بندازیم. چی رو بندازیم؟ هندستان. و قرار شد 3 راند بندازیم. و هر کی که این 3 راند رو بیشتر نگه داشت برنده این چالشه. بازنده باید چیکار کنه؟ بگو دیگه. 100 تا پوشاپ. و بازنده باید 100 تا پوشاپ بره. همینجا. خیلی سرعتی. پس بریم که ادامه این چالش رو داشته باشیم. اول گرم میکنیم. ما الان گرم کردیم و شرایط برابر. هنوز یه دونه هندستان هم نزدیم. الان 7 صبح تقریبا 7 و 20 دقیقه. بعد بریم که داشته باشیم ببینیم چی میشه. یکیش به نفع من. فصل اول قبل راند اول آقا حسین باخت. ببینیم که راند 2 رو داشته باشیم. یک راند دوم آقا حسین برد در کمال تعجب با اختلاف تنگاتنگ. میریم برای راند سوم ببینیم که چی میشه. با ما همراه باشید. باخت آقا حسین رو مشاهده میکنید. ورزشمون تو استخ دست و بالت با هم دیروز دست دادیم. من چقدر حرکت زدم دو چرخه. میخواستی نزدی به من چه؟ قربونتون بشه. برم الان 100 تومن. خب ما الان آقا حسین رو داریم که میخواد 100 تا پوشاپشو بزنیم به عنوان جریمه. و اینجا میتونم براش بشمارم. 1 2 آقا حسین خیلی قدیم وسط هندستان چیزم پوشاپ کپ هم نیست. آقا حسین آپشن اینو داره که وسطش استراحت هم بکنه ولی 100 تا پوشاپ باید بکنه. سواری چند یا 30 تا منم یه چند تا همراهش کنم. باری چند چند تا؟ آقا خیلی سریع داره 100 تا پوشاپ میزنه. باید جریمه‌اش بیشتر میکنه. بیستای آخره. نظر تو آقا حسین موفق میشه؟
دو تا دیگه مونده کنه 8 تا مونده برو بار کردم. آقا حسین 100 تاشو تموم کرد. درسته تو فیلم چون آیفون 13 و داغ میکنه تو این گرما. الان میخوام یه سری فیلم بگیریم برای اینستامون که بذاریم و مرسی که این ویدیو رو دیدید. تا چالش‌های بعدی همراه ما باشید.